بسم الله الرحمن الرحیم. حضار محترم صبح همیتان بخیر. برنامه امروز به خاطر تشریح چارچوب برای نقشه راه صلح هست که جلالت مآب رئیس جمهور افغانستان امروز به ارتباط سخنرانی می‌فرمایند. جلالت مآب جمهور رئیس نه پدر نختی لکوم تر سوپرستیش تشریف راوړي او خپل وای نواب روي مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان لومړی میرمن ډېر دروند ورور جناب معاون صاحب د اول د ریاست جمهوری جناب سالیس، ډېر ګران ورور جناب استاد دانش، د کابینې محترم غړي، محترم خویندې د مدني ټولنې، علما کرام، استادانو، فعالینو او له ټول نه ډېرتر وطنوالو، له ټول نه د مخه د بشریت ستر پیشوا توفه در وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ښه راغلاست. مننه کوم چې نن مو دلته تشریف راوړ، چې هم د ولسمشر په حیث او هم د یو افغان په حیث باندې در سره وغږېږم. ما د ژوند لوی افتخار داده چې افغان یم. د خاورې باندې سر ورکوم، چاته نه تسلیمیږم. اما جرأت باید با تدبیر همسان باشه. از این جهت امروز ما در یک ماحول نو هستیم. ماحول نو ما چیست؟ یک فرصت عظیم برای صلح عادلانه و پایدار ایجاد شد. برای بار اول است در 42 سال گذشته که امکان ازی وجود داره که افغانستان از جنگ دوامدار انشالله تعالی به صلح پایدار و عادلانه برسه. این فرصت تاریخی یک دریچه است، دروازه نیست، شارع نیست، تنها یک دریچه است. در تاریخ ایتو دریچه به ندرت ایجاد میشه و از این جهت لازم است که ملت و دولت افغانستان با تمام تدبیر و تمرکز این دریچه را وسیع‌تر بسازن و بتانیم ایره به ختم محرومیت ها و قربانی های خود بدل بسازیم. در نقطه اول من میخوایم که از جناب سالیس، استاد دانش و تمام اعضای کابینه تشکر کنم که بار اول است که یک تیم منسجم، هم نظر و متحد از ارگ ریاست جمهوری و از تمام دوایر دولتی اجرات انجام میده. نقاط را که من خدمتتان ذکر میکنم نقاط مشترک است، اما در مرحله نهایی نیست، چون در حالت متحول ما باید بتانیم اول یک چارچوب ایجاد کنیم تا بتانیم به اساس از اون چارچوب تعمیر تکمیل کنیم. نقطه دوم است که من از اداره رئیس جمهور بایدن ابراز تشکر میکنم. از روزی که محترم بایدن رئیس جمهور امریکا شده به اندازه که سر افغانستان تمرکز بوده در سیاست خارجی تقریبا در هیچ موضوع دیگر نیست. تغییر جهت و تمرکز از جنگ به دیپلماسی و استفاده از قوت امریکا برای ایجاد اجماع بین‌المللی یک اقدام بی‌سابقه است. ما از استقبال می‌کنیم. اما واضح است که هیچ طرح از بیرون تنها کافی نیست. هر بحثی که میشنوین بحث‌های مقدماتی است، باید با دولت و ملت افغانستان نهایی شود. اما فرصت یک فرصت بی‌سابقه است. دریم خپل خارجي سیاست له لومړۍ حلقې نه چې موږ ګاونډي دي نږدې او لرې، دومې حلقې نه چې د اسلامي نړۍ ده
او څلورم حلقې نه چې اروپا آسیا ته زه مننه کوم. ما در یک بحث نهایت مهم و سازنده با این 3 حلقه سیاست خارجی خود در حال مذاکره هستیم. از کنفرانس دوشنبه که حتما با همکارشون زحمت نابصب زحمت خاص کشیدن ابراز امتنان میکنم. یک فرصت عظیم بود که ما بتانیم پیش از اجلاس ترکیه همسویی و همجهتی ایجاد کنیم. همه منطقه به اجماع است که بدون یک افغانستان باثبات که در صلح و سلام باشه، آزاد باشه، مستقل باشه، تحول بنیادی آسیا از یک مفکوره جغرافیایی به یک اقتصاد سیاسی برعظمی امکان پذیر نیست. در 6 سال گذشته ما تانستیم که یک اجماع منطقوی را سر نقش کلیدی مثبت افغانستان ایجاد کنیم. بلا برخه داده چیل ملګر ملتونه زمانه نکن. همیشه شما خبر دارین که از کارهای مؤسسات ملل متحد راضی نبودیم. زیای منابع هماهنگی نبوده، اما فضل خدا امسال از برکت به اول یک هماهنگی بسیار واضح ایجاد شده که نقطه مثبت است. ما به شما تبریک میگیم. اما نقش ملل متحد در ایجاد صلح در افغانستان بدیل نداره. بنابراین انتخاب آقای جان آرنور علاوه بر انتخاب سفیر دبورا لاینز ما خوش آمدید میگیم و ضرورت واضح است که بالاخره صلح پایدار و عادلانه که در افغانستان میایه ضمانت شورای امنیت ملل متحد و تمام اعضای جامعه جهانی را داشته باشه. این یک نقطه است که باید به صورت اساسی ذکر کنیم. ما در مابین یک گفتمان ملی هستیم. ما از بحث‌های بسیار سودمند، مهم و ارزشمند علمای افغانستان، زنای افغانستان، جوانای افغانستان، جامعه مدنی، شورای ملی و مخصوصا شورای عالی مصالحه ابراز امتنان میکنم. تمام این جناب نادری صاحب از شما و همکارایتان در وزارت صلح ایجاد و از همه همکارا، چون ما در گفتمان ملی هستیم، قوت مردم سالاری را در گفتمان میبینیم. چون تنها از راه یک گفتمان آزاد و سازنده ما به یک اجماع ضروری میرسیم. اجماع کلی در شرایط قرن 21 غیر ممکن است. اما یک اجماع ضروری که بتونه جهت تعیین کنه نهایت ضروری است و این از راه بحث آزاد صورت میگیره و بالاخره جای از این گفتمان لوی جرگه تاریخی افغانستان است. بیل لوی جرگه نه مقبل جهت نسوتا کنه. او ما آرزو داده چې فصل دینه چې انشاءالله تعالی اول مرحله نه تیر سو او یو سیاسي موافقې ته ورسېدلو 1500 غواړي زر غواړي یو نیم زر طالبان راسي د افغانستان ولس سره د کینی ګوري چې د 250 کمیټو کې څوک چاته قناعت ورکړي. یو لوی جرګې کې کېناستل د 10 کالو جنګ نه ډېرتر ګټه لري. نو دا د جرګو وطن ده، نقطه کلیدی مشروعیت است. یادتان است که فشار نهایت زیاد بین المللی موجود بود که ما انتخابات ریاست جمهوری را انجام ندیم. اما اگر او انتخابات انجام نمیداد امروز پیشتان ما چی حیثیت میداشت؟ اگر ما تمدید ما در پستای کلیدی دولت از راه ازی میشد که دوام کرسی خود میخواهیم عوض از این که به مردم مراجعت کنیم، مشروعیت ما چی میبود؟ دلتا دو ټکي باید فرق وسي. یو اصولی قربانی ده. په دې معنا چې د وطن خیر وغواړي او سوله په دې راځي چې دا منتخب حکومت خپله دوره پای ته ونه رسوي، موږ حاضر یو چې په دې کې اقدام وکړو.
نه یوازې دې ته حاضر یو موږ حاضر یو چې ونه درېږو پوهېږو چې موږ نه ډارېږي چې خلکو به رایه راکړي سم که یو فرد یې موږ ته د نظام دوام مهم ده نه د ځان دوام دوم هیچ کس فکر از این نکنه که زعامت افغانستان منصب اول رئیس جمهور منصب دوم رئیس جمهور منتخب داره استعفا میکنه یا تن به یک مائده ننگین میته انتخابات پیش بیارین به زودترین فرصت که به صورت مشروع به اساس اراده مردم ما اقتدار ملی را تحویل بدیم. اما نقطه کلیدی باید واضح باشه. قوای دفاعی و امنیتی افغانستان با قیمت خون خود جمهوریت حفظ کردن. من دیشب افتخار از این داشتم که پلیسا رو ببینم. او دیر منه نیاد زد. لطاس نه او تاس توجه نخواهش کنم. دست قطع، پای جراحت، کمر شکسته. هر کدامش گفت پس میروم وظیفه مقدس من انجام میدم. اونم پختنو کرد څه غواړي وای برته مې ولیږه هم دومره چې جوړ سم برته مې اول صف ته ولیږه. تمام مردم دنیا باید بفهمه که قوای قهرمان دفاعی و امنیتی ما در میدان جنگ شکست نخورده. یک اردوی شکست خورده، یک نظام شکست خورده نیست که به ننوات و به عذر بره. صلح را ما از دل و جان از نگاه تفکر و از نگاه تعهد خود عملی میکنیم. اما قربانی‌های قوای امنیتی و دفاعی و نقطه که اکثرا ذکر نمیشه ضرورت واضح است که ذکر شه. ما از تمام کارمندای ملکی خود از اداره ملکی خود واقعا ابراز تشکر میکنم. نادری صاحب شما به نمایندگی همه از شما از کل وزیر صاحب کمال خان در تحت از این شرایط غیر افغان کسی جرأت می داشت کمال خان تکمیل کنه؟ کارکنای صحی ما مجروز در صف اول قرار دارند. کرونا را شکست دادن، خودشان قربانی دادن بدون امکانات لازمه، اما تعهد خود به این مملکت ثابت کردن. او کارگرای ما که سر کار میسوزه، تعمیرها را میسوزه. یک نقطه را ما ثابت کردیم که جنگ مانع اعمار و توسعه و تمرکز ما سر حکومت داری نمیشه. 58% اداره ملکی افغانستان امروز عمرش از 40 پایین است و 30% از این اداره امروز خانم هست. من افتخار دارم که تصویر 6 سال گذشته تا امروز به صورت بنیادی فرق داره. اداره هم جوان شده، هم زن افغانستان در مابینش سهمگیر است. و خوشبختانه هم زن افغان هم جوان افغان از خود نمایندگی کرده میتون. اوس وخت دې نه ده چې موږ ته څوک طرحې ولیکي او وایي چې دا بیانات ولوله ځکه دې باندې به ښه ولګېږي یا دې باندې به. آزاد افغانستان کې آزاد ځوان آزاد میرمنه خپل حق لري او خپل حقوق لري. او علمای کرام نه خاصتا زمن نکن. از علمای کرام واقعا در این بخش من میخوام که از وزارت محترم مرجع اوقاف تمام منصبا و تمام علمای کرام ما منطقتان در جهان اسلام به اندازه قوی بود که امروز اکثریت مطلق بزرگترین علمای دین ما این جنگ نامشروع خواند. این جهاد نیست، یک جنگ سیاسی است و این از برکت زحمات علمای ما بود و همچنین علمای ما در هیئت مذاکره ما در پهلوی زنای ما نهایت خوب درخشیدن و واقعا اینی نشان دهنده چیز؟ نشان دهنده قوت و وحدت فکری و ملی ماست. از لوی جرگه صلح از صمیم قلب تشکر میکنم. تاسو په یاد دي وخت چې
ماین سیبانو زلالو مگویلی چه دلو جرگه قطنامه ایموک تگلاره ده او هغه تگلاره پساید و دود لوی جرگه را غیر از خود لوی جرگه کس دیگه تغییر داده نمید و بنابراین باید بفهمیم که ارزش‌هایی را که لوی جرگه تعیین کرد و در این بخش میخوایم از تیم مذاکره ابراز امتنان کنیم که با قوت تمام از ارزش‌های جامعه افغانستان نمایندگی صورت گرفت. چند پیام به صورت واضح بتونم که قابل درک باشه. یک، استفاده از هر فرصت برای ایجاد صلح واجبی ملی ماست. بنابراین ما برای ترکیه آمادگی کامل داریم و برای بحث بسیار سازنده امر ایالات متحده آمریکا هفته آینده دکتر صاحب خلیلزاده هم کارش پس می. بحث ما یک بحث پراکنده نیست، یک بحث نهایت منظم است. دوم، واجبه ملی ما نیست و در اینجا صلاحیت‌های رئیس جمهور به صورت واضح تعیین شده. اول، مراقبت از اجرای قانون اساسی. خارج قانون اساسی دولت افغانستان وجود نداره، به معنایی که ما به صورت روزانه ای را تعبیر میکنیم. قانون اساسی وجود نداشته باشه ما خودش کی گفته میده؟ شما خودت کی گفته میده؟ شورای ملی خودت کی میگه؟ اعلان حرب و متارکه به تایید شورای ملی، اتخاذ تصمیم لازم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال. تصمیم لازم. اگر ذره شک داشته باشیم که استقلال افغانستان در خطر است، با قیمت خون خود استادگی میکنیم. اما عرض اول ما است که منبع مشروعیت باید واضح باشه. بنابراین طرحهایی که مبرای قانون اساسی را در یک طرف میگذاره، این طرحها با ارزش‌های جمهوریت مطابق نیست. هر کس فکر میکنه که از افغانستان نمایندگی کرده میتونه، پرسانشون کنید در روز آخر امضای کی به کار است که قانون مانادار باشه؟ از وزیر عدلیه پرسان کنید. نقطه کلیدی است که قانون اساسی وثیقه ملی ماست تا روزی که انتخابات انجام میشه و سر تعدیل قانون اساسی به نتیجه میرسیم، در چارچوب قانون اساسی کردار و گفتار ما تعیین میشه. لدین بغیر از برتراز خبر نجوریگی. انتخابات منبع مشروعیت است. به خدمتتان پیشترم عرض کردم در شرایط بسیار دشوار همکارای با نتیجه رسیدیم که انتخابات ضروری است، غیر از اون مشروعیت مورد سوال قرار میگیره. هر کسی که در زعامت افغانستان قرار داشته باشه، منبع مشروعیتش باید اراده آزاد زن و مرد افغان باشه. در غیر از اون مساوات هر افغان با هر افغان دیگه زیر سوال میره. در چارچوب جمهوریت بحث داریم، گفتمان داریم، شکایت داریم، گله داریم، اما در این حال نتیجه داریم. کل ما خود در چارچوب جمهوریت میبینیم. و ایره فراموش نکنیم که مملکت اسلامی است. نام ما جمهوری اسلامی افغانستان است، نه تنها جمهوری افغانستان. ارزش‌های ما ارزش‌های اسلامی است، از گهواره تا گور. گفتمان ملی ایجاد شده و اینال ما میخوایم که به این گفتمان توجهتان جذب کنیم. کل طرح ما در یک صفحه است. چرا؟ طرحی که قابل تشریح نباشه و قابل پیمایش نباشه طرح نیست. 50 صفحه به مورد چی کار داریم؟ چرا پل؟ فعلا در کجا قرار داریم؟ در اینجا. همه چیز جنگ شده،
و میخوایم ابراز همدردی ما با خواهرها و برادرای ما که روزانه ترور میشیم، جامعه مدنی، واکسیناتورای ما، قاضیای ما، څارنوالای ما، اداره ملکی ما، بخش امنیتی ما، جوانای ما و تمام نهادهای ما. این جنگ نامحدود است خواهرها و برادر. این جنگ یک جنگ بی اصول است. در طول تاریخ جنگای ما زنای افغانستان مسئول بودن. همیشه یک اصول موجود بود. جنگجو با جنگجوی دیگه جنگ میکرد. این جنگ نامحدود است و روز به روز بدتر میشه. از این طرف چیز یک صلح عادلانه و پایدار. صلح عادلانه از جهتی که اکثریت پیمانهای صلح دنیا عادلانه نبود. ثبات ترجیح دادن سر عدالت. نقش ملل متحد از خاطر از این نیست که دنیا را عادل بسازه، این است که ثبات دنیا را به. بنابراین ضرورت عادلانه نهایت مهم است که بتانیم ارزش‌ها را از پیش نمایندگی کنیم و نهادها را از پیش نمایندگی کنیم و از نسل‌های آینده نمایندگی کنیم. مسئولیت ما و شما تنها از نسل‌های زنده نیست. اکثریت 4 نسل ما آسیب دیدن هستن یا نیستن؟ از نگاه روحی مشکلات را دیدن که در روی زمین نیست. آیا باعث یک جامعه برای 42 سال ما از بنیادترین حق یک جامعه که حق صلح و ثبات است محروم نماندیم؟ هر کس آمده در اینجا سلاح خود استعمال کرده، از طرحهای خود راههای دیگه. ختم خشونت 42 ساله به صورت اصلی هدف ماست. نه صلحی که باز مقدمه یک جنگ دیگه شد. پایدار از خاطر از این که ما بتانیم یکی دیگر را قبول کنیم. اگر صلح پایدار نباشه، خارزی انال چرا در مابین چیز برادر اخرا در مابین یا دریای هلمند است یا دریای آمو یا دریای کابل، در قسمتی که پنجشیر و اینا هم رشت جنگ میشه، دریای خروشان است. چرا تصویر دریای خروشان برتان میدم؟ از خاطری که در دریای خروشان پل ساختن نهایت دقت میخواد. اگر در زمان خشکسالی ببینین خیال میکنین که هیچ گپ نیست. باز در دوران طغیان دریا که دریا را ببینین هریروده، یعنی اطراف هرات ببینین امرای هریرود و هریرود نرم وقتی که طغیان میکنه به چی حالت میاد؟ دوم عمق پلها را نمیفهم، ارتباط پلها را با هم دیگه نمیفهم. من از این خاطری تصویر استعمال کردم که هر کسی که همراه ما شریک صلح میشه باید همکار ما باشه در تشخیص خطرات، فرصتها و ایجاد طرقی که خطر مدیریت شه و به فرصت بدل شه. بنابراین 3 پل از پیشش تیر شدن کار داریم. 3 بخش پل. ایره مستقل نمیبینم اما هر کدام از یک پل است. اما پیش از اینکه بریم هدف ما چیست؟ یک افغانستان مستقل، مردم سالار، متحد، اسلامی، بیطرف و متوسط. پس تکرار میکنم. اول یک افغانستان مستقل. امروز استقلال ما در خطر مداخله دائمی یک تعداد نهادها و یک تعداد کشورها قرار داره. بنابراین پس میاییم سر از این، اما ضرور است که بتانیم آینده استقلال خود برش ضمانت داشته باشیم. ضمانت ملی داریم. ضمانت ملی ما است که اردوی ما، پلیس ما، مردم ما، امنیت ملی ما به صورت دوامدار قربانی میده. اما ضمانت بین ملی به کار است که ما به میدان جنگ منطقوی بدل نشیم. دوم، مردم سالار. تا مردم افغانستان تصمیم نگیرن
ثبات دوامدار نمیه. الفنستین تنها عالم دنیایی بود که در 1815 آمد. در وقت پشاور پایتخت زمستانی افغانستان بود و بهترین کتاب را وقت سر افغانستان در تمام قرن 19 یادم نوشته. گفت افغانستان به دو طریقه دارم میشه، یا از دیکتاتوری مطلق یا از مردم سالاری مطلق. دیکتاتوری مطلق تجربه کردیم. آیا نتیجه داد؟ باعث یک کسی که روزانه سرنوشت پدر و کاکای خود نمیفهم و قریش اولین قریش بود که بمبارد شد از طرف حفیظ الله. آیا میخوایم باز این شرایط تکرار کنیم؟ اینجا ضرورت واضح است که مردم سالاری باعث یک اصل ما ای که چی رقم انسجام میتیش و نقطه دومی است، اما اصل مردم سالاری باید به جز هدف مطلوب ما به صورت دوامدار باشه. سوم وحدت ملی ماست. وحدت ملی ما شعار نیست. وحدت ملی ما رشته‌های عمیقی است که مملکت پیوند میده. در بدترین روزهای افغانستان که از جنوب افغانستان به شمال عبور کردن از 7 خوان رستم تیر شدن بود، یک روز شعار جدایی را که از این مملکت بالا کرد. من همیشه خارجی رو میگفتم و یک گپ نمیفهمیدن. مجادله سر کابل نشان دهنده نفاق ملی نبود، نشان دهنده از این بود که کل مردم افغانستان میخواستن که دولت مرکزی را به شکل مساوات و مشارکت همه ایجاد کنه. و وحدت ملی ما باید در نتیجه صلح قوی تر شود، نه ای که خدای ناکرده ضعیف تر شود. بخش دیگه از این واضح است. قانون اساسی ما، جناب استاد دانش هم متخصص قانون است، هم در تصویر قانون اساسی نقش داشت و هم در تمام از این مدت 6 سال بخش عدلی و قضایی افغانستان رهبری کرده در چارچوب قوه اجرایه در هماهنگی با قوه مقننه و قوه قضاییه. جناب استاد، آیا از قانون اساسی ما که نقش اسلام در کدام قانون اساسی دیگه در منطقه نظیر داره؟ نداره. علمای درجه اول دین سر از این کتاب نوشته کردن. حرف سر هویت اسلامی ما نیست، حرف سر عزیز که قدرت به چی رقم مدیریت میکنه، اقتدار سیاسی رو به چی رقم مدیریت میکنه. بحث سیاسی است، باید راه حل سیاسی داشته باشه. ایره به بحث مذهبی بدل کردن و بازم افتخار این ملت است که محور اعتماد متقابل مذاهب است. روابط شیعه و سنی در افغانستان بی‌نظیر است. بنابراین حفظ ازی برای وحدت ملی ما و برای مشارکت هم ما یک نقطه ضروری است. نقطه بعدی، فرصت ازی آمده خواهرها و برادرها که افغانستان بی‌طرف شد. بی‌طرفی مثبت. ما نمیخواهیم در جنگ‌های دگاه، در جدل‌های دگاه میدان مبارزه باشیم. 42 سال بربادی ما را این حق داده که 400 سال آینده در آرامی زندگی کنیم و این وظیفه ما. مانای بی‌طرفی عدم روابط نیست. افغانستان غیر از قرن 19 که به انزوا رفت، چهارراه این منطقه بود. هر دوره درخشان 2500 سال گذشته رو ببینین، این مملکت چهارراه بوده. محور فکر بوده، محور تمدن‌ها بوده. تمدن‌ها آمدن بالاخره دین مبین اسلام کل از در خود جمع کرد، ما را یک هویت کامل داد و وقتی که روزی که جنجال داشته باشیم با مو هویت پناه میبریم. جنگ اول افغان انگلیسی ببینین، جنگ دوم ببینین، حملات کشورهای همسایه را سر هرات ببینین، کل از این. در هرات مردم کفن پوشید اما تن نداد. از این جهت
ضرور است که ما نوع مناسبات ما تعریف شد و مخصوصاً کشورهایی که به حرکات شورشی پناه میتن باید به تعهد واضح برایند که پناهندگی ختم میشه. ما در کشورهای دیگه مداخله نکردیم. تمام تصمیم ما در بدترین حالات می بوده که ما نهادهای شورشی را و توریستی را پناه ندادیم، حمایت نکردیم، چون جزء اصول قانون اساسی ما و روابط بین المللی ما نبود. و بالاخره مرتبط خواهرها و برادران، با ایجاد صلح عادلانه و پایدار ما برتان اطمینان داده میتونم که 10 میلیارد احتمال زیاد داره 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری سر افغانستان صورت خواهد گرفت و این به یک قلب متحرک آسیا، اما تو که از نگاه جغرافیا قرار داریم، از نگاه اقتصاد بدل خواهد شد. آسانترین راه رسیدن آسیای جنوبی و آسیای مرکزی و آسیای غربی با هم کشور ماست. تنها لیتیمتان 1 تریلیون دلار میارزه. تنها طلای چند معدنتان 2 میلیارد دلار میارزه. از فقر خود بکشیم. چرا بابا تمام روز ما میدهیم پشت کمک خارجی در حالی که اتصال منطقوی کلیدش است. بعد از 200 سال آسیا متحرکترین اقتصاد دنیا شد. در پهلوی چین هم قرار دارین، در پهلوی هند هم، در پهلوی آسیای مرکزی هم، در پهلوی امارات و خلیج. وقتی که انشالله در ایران هم روابط با دنیا تغییر کنه، یک کشور عظیم است، یک اقتصاد عظیم است. تا روسیه. از این جهت ضرورت عزیز که افغانستان متصل باشه. این پروژه بزرگ که شروع شده نتیجه میده. قسمت زیاد از اینا خواهرها و برادرها از روابط شخصی ما ایجاد شد. به این معنی که ما با منطق خود بازم از ما ابراز تشکر میکنم از همه همکارا دنیا را قناعت دادیم. من فکر میکنین او خطر را که رئیس جمهور ترکمنستان قبول کرد که تپی به افغانستان بیاد، کسی دیگه قبول میکنه؟ یا او خطر را که رئیس جمهور ازبکستان و فعلا تاجیکستان و پشت سرشان قزاقستان، آذربایجان اینا قبول کرد؟ خب این نیست که پس افغانستان امروز باعث 6مین کشور آسیای مرکزی یاد میشه. با ایران کسی دیگه خط آهن دادیم؟ چابهار، باکو، اگر دیدگاه ما وسیع باشه هیچ محدود به خشکه نیستین، نقطه ارتباط هستین، پل ارتباط هستین، چهارراه آسیا است. و خداوند جل شانه به اندازه منابع طبیعی دادید که هیچ گوشه افغانستان محروم نمیم. از این جهت ارتباط نهایت مهم است. صلح را نبیاریم که افغانستان را به انزوا ببره. امروز هزارها جوان افغان در کشورهای دیگه هستند و صدها هزار جوان افغان با یک ذهنیت نو میره. هر روز ما یک چیز نو یاد میگیرم، از ابتکار جوانای افغان، از زنای افغان، از علما، از تمام، که واقعا موجب افتخار است. این کشور باید مهد اعتدال باشه، مهد وسطیت باشه. میراث ابوریحان بیرونی، میراث مولانا، میراث خوشحال خطیب، میراث علی شیر نوایی، فیض محمد کاتب، غیره و غیره، نه، میراث اعتدال است. از کل شاعرای بزرگ ما کلانترین نمونه اعتدال هستن یا نیست؟ فقیهای ما. مشکل ما است که ما تاریخ درخشان خود نمیفهم. فکر میکردیم که هر کس که دیروز در اکورا خطک درس خواند عالم کل دنیا است. ما مهد علما بودیم، مدارس ما مهد تولید. الفت از کجا برام؟ محمود طرزی از کجا برام؟ کاتب از کجا برام؟ از مدرسه. سیستم تحصیل ما استادانش اون در قم درس خواند. کل از این ضرورت واضح داره که از نگاه تمدنی افغانا از عقده برای عقده تمدنی را ما باید نداشته باشیم. از هیچ کس کم نیستیم
و کلانترین قوت دنیا را که امپراتوری شوروی بود شکستاندیم. حالا به وقت است که یکم ما فایده بگیریم. اروپای شرقی از برکت ما، آلمان متحد شد غیره و غیره. خب وقت است که ما یکم ثمره بگیریم. 40 سال صبر کافی است. ضرورت واضح است که در این بخش باشه. پس سر ابعاد پلمه، نقطه اول دیگه است که ما ضرورت به یک توافق سیاسی داریم. توافق سیاسی به اساس کدام هدف؟ به اساس هدف مطلوبه که تا حال براتون تشریح کردم. اگر هدف واضح نباشه چطور این کاروان به مقصد میرسه؟ و نقطه خوبی چیست؟ هم جامعه بین‌المللی هم منطقه کلش به این هدف مطلوب موافقه کرد. اگر یک کشور حرفای دو جانبه میزنه، او در عمل امرش کار میکنه. اجماعی را که به دست دادیم به دسته خراب نکنیم. چی رقم خراب میشه؟ اگر ما از هدف مطلوب خود ما پایین چیم. حالا طالبان ما سرش صدا میکنم بیا هدف مطلوب تشریح کن. خب مذاکره است. دو، توافق بر آتش بس و نظارت بین‌المللی آتش بس. خواهران و برادران، اگر در چند هفته چند روز آتش بس اعلان شد، حمایت از صلح به صورت اساسی بلند میره یا نمیره؟ نقطه کلیدی است که اگر آتش بس ضرورت ملی است، طالب از آتش بس ترس نداشته باشه. و آتش بس نقطه بعدیش است که نظارت کار داره. از نگاه جمله بندی کلمه آتش بس بسیار آسان است. من از جناب سالیس قلباً تشکر میکنم که پیچیدگی های از این را به اندازه دقیق سنجیدن که ضرورت فکری بسیار زیاد است. در عمل باید یک چیز باشه که نوع آتش بس نباشه که باز تمام دستاوردهای قوای دفاعی و امنیتی از دست بدیم. این دقت کار داره و ما آماده هستیم. نظارت بین‌المللی از خاطر از این که سلامت و ملامت باید از هم تفکیک شه. 3. توافق بر اصول یک حکومت صلح. ما حاضر هستیم در قانون اساسی، استاد شما تشریف دارید، در چارچوب قانون اساسی یک حکومت صلح ایجاد شده میتونه و وظایف اسیره با موافقه مشترک ما تعیین کرده میتونه. ما پس در از به تفصیل میم، اما ضرورت واضح است که مشارکت سیاسی در ایجاد یک حکومت صلح انعکاس پیدا کنه. 4. اصول تضمین منطقه‌ای. اینی کلانترین فرصت است مخصوصا در ترکیه که ما بتانیم تضمین منطقه‌ای را برای آینده افغانستان بگیریم. این هم بحث‌های دو جانبه از طرف ما کار داره، هم بحث‌های چند جانبه. چون بدون این تضمین زمینه از زیر فراهم میکنه که از تطبیق از این نظارت شد. نقطه بعدی از این امرای منطقه و جامعه باید به یک نتیجه برسیم. خطر دهشتگری، خطر تروریسم چیست؟ آیا ما افغان‌ها رو میمونن و تنهایی مبارزه کنیم یا این مبارزه مشترک است؟ چی میخوایم از یک افغانستان آزاد و مستقل آباد در مبارزه با تروریسم؟ کدام کشور منطقه نیست که اتباعش در تروریسم نیست و در زندانهای ما نیست؟ و همچنین بحث مواد مخدره. 40 تا از بزرگترین قاچاقبرای دنیا را جامعه بین‌المللی از ما درخواست کرد، لوی جرگه حکم رهاییشو نداد. اینا چی میکنن؟ چند تا از این به نام طالب دستگیر شده بوده، اما دلست طالبا بود.
جامعه بین‌المللی باید آینده همکاری با مواد مخدره را با جامعه افغانستان واضح بسازد. نقطه پنجم که بیشترم خدمتتان ذکر کردم، با موافقتنامه که میرسیم باید لوی جرگه افغانستان مورد بحث قرار بگیره. تا لوی جرگه با آزاد برای آزاد خود ایره مشروعیت بده. پیمانهای دیگر در گذشته افغانستان دیدیم. وقتی که مشروعیت ملت نداشت، چون شکل مراجعه وجود نداشت. یک گپ مشهور امیر دوست محمد خان وقتی که تسلیم شد مکناتن از جای خود افتاد، چون فکر نمیکرد. گفت حل و عقد بخوای بیبی که باز با کی رای میتن. انواع مشروعیت، شکل مشروعیت، اما نقطه کلیدی لوی جرگه نهایت ضروری است. این پل اول است. کل نهادهای افغانستان خواستن شورای مصالحه ملی در داخل هستند، طرحهای مختلف با هم یک جا میشه، به یک مسیر واحد، به یک طرح واحد بدل میشه که از طرف ما دیدین که بدسته محتویات بحث نکرد، عنوانا را بحث کرد. چون از یک طرف بحث داخلی میخواین، از طرف دیگه بحث امرای جامعه بین‌المللی اومد و از طرف سوم باید طالب امراش بحث داشته باشه. نقطه دوم اینال جد حکومت صلح است. لومړی عرض مې درته دا و، دلته څوک ما ویلي چې دې لپاره افغانستان کې سوله راسي، زه و همکارانم حاضر یو چې د دې حکومت انتخابي مده لنډه کړو. دلیل مې څه ده؟ یو عظیم پروپاګند مخکې لوېدلی چې یو څو نفره دی افغانستان کې سر کې اشرف غني سوله نه غواړي، ځکه غواړي تر اخر خپله دوره پوره کړي. زه تاسو ته ټول ته اعلان کوم، راسي موږ سره د موافقه وکړي، که له ما نه ډارېږئ چې له ما نه یې نسئ ګټئ، زه به ځان په خپله میدان وباسم. د دې وطن دپاره په دې منطقه کې به زه دا ویاړ ولرم چې لومړی ولسمشر یم چې خدمت ته په قدرت باندې ترجیح ورکړو. او وضاحت دی. او دوم غواړو چې د دې حکومت اهداف، مطلوب اهدافی چې مخکې مې درته تشریح کړم. در اینجا یک کار باید حکومت صلح نکنه و او مدیریت انتخابات است. ما آزادترین انتخابات روی زمینه میخوایم. با ایجاد آتش بس خطرات امنیتی انشالله تعالی بسیار کم میشه و نقطه کلیدی تمرکز سر از این میشه که مشارکت مردم به وجود بیاد. خوبی قانون اساسی افغانستان است که هیچ کاندید بدون از اینکه به تمام اقوام افغانستان و مردم افغانستان مراجعه کنه انتخاب شده نمیده. و خود به خود وحدت ملی تقویه میکنه. ای که کی چی سهم داشته باشه در حکومت او قابل بحث است. باید سرش بحث کنیم. اما این حال من میایم سر از اینکه چرا تاکید ما و همکارای ما سری حکومت صلح است. اول قوای پر افتخار دفاعی و امنیتی افغانستان امرای ما باعث سرقماندان آلای خود رفتار کرد. یک روز یک کس شاهد است که اگر امر سرقماندان آلا از طرف قوای امنیتی و دفاعی افغانستان نفی گفته شده باشه. در کدام نقطه افغانستان ما نرفتیم، با کدام صفحه، با کدام قدمه قوای دفاعی و امنیتی افغانستان ما بغل ندادیم. از سرباز، بریدمل، افسر، ساتنمن، تمام از اینا و همچنین ایره از نگاه تاریخی یک کلمه خدمتتان ذکر میکنم. در تاریخ ما بعد از احمدشاه تا امروز تنها دو جنرال در اصل بود، احمدشاه و نادرخان. دیگه شاهزاده بود. عبدالرحمن خان از خاطر جنرالیش نبود، از خاطر
و آیا کودتای قادر و همکارای شد افسرهای نظامی بی‌نظیر نبود که در ظرف یک هفته قدرت به کمیته مرکزی داده؟ اینجا یک فرهنگ عظیم مشروعیت مرکز وجود داره. این 2,500 سال تا سابقه داره دقیقاً. اگر مشروعیت سرقماندان آلا را گرفتین، قوای دفاعی امنیتیتان از کی اطاعت کنید؟ خب واضح خبره. او که قوای امنیتی و دفاعی نی، اوربند په څه بدلیږي؟ یو څوک به د بل په غاړې او یو ټکی په واضح توګه درته وایم، هر څوک چې محاسبه کوي چې د افغانستان ملي پوځونه به د ډاکټر نجیب د دوران غوندې تفرقې ته لاړ سي، بیا د فکر وکړي. دا خلک ملي وحدت لري، انسجام لري او خپل مشرتابه باندې باورمند دي. ولسمشر، لومړی معاون، دوم معاون، وزیر دفاع، وزیر داخله، رئیس د امنیت ملی، مشاور د امنیت ملی، ټول ملکی دي. او دا واضح طریقه ده دا مملکت یو خاص فرهنگ لري. انقطاع در قمانده نهایت خطرناک است و پیام ما برای قوای دفاعی و امنیتی ما است که سرشان معامله نمیشه. دوی وینه تا موږ په قدر ګورو او سږ کال به انشاءالله تعالی تاسو په څو اونۍ کې د دې شاهد اوسئ چې د دوی شهیدانو ته هم په کابل کې هم په قندهار کې په لومړي قدم کې او پس له هغه نه ټولو نورو ښارو کې به مسکن ورکول کېږي او د دوی عزت به ساتل کېږي. دوم، اداره ملکی از ولسوالی تا ریاست جمهوری یک سیستم واضح وجود داره یا نداره؟ ای که ما بین خود ما شکایت داریم، اصلاحات میخواییم و گپ دیگه است. اما ایچه یک دولتداری با وجود آمده. تنها مقدار کاغذ روزانه رو ببینین که بر من میاد. اگر رئیس جمهور، معاونینش، اعضای کابینه، والیا، ولسوالا صلاحیتشان از نگاه قانونی واضح نباشه، به چه رقم امور پیش خود برد؟ ما یک کلمه داشتیم در گذشته او را پاچاگردشی میگفتیم. در مطالعات چور نمیمن. ضرورت واضح است که تداوم نظام وجود داشته باشه. این به معنی تداوم اشخاص نیست. تداوم نظام است که به صورت اساسی باید وجود داشته باشه. 3. پروژه اقتصادی بزرگتر. اینا رو چطور به ثمر میرسن؟ کمال خان باندې ټول نازیږي 9 بندونه به انشاءالله تعالی تاسو یا وګورئ چې سر ته رسیږي یا پیلیږي. که د افغانستان اوبو موږ مدیریتونه کوچکالی را باندې ده. آیا موږ مسئولیت داده چې د دې لپاره سوله کوو تمام اوبو مدیریت پرېږدو او ځان قرار آرام ونیسو چې که باران وسوخه که ونسوی موږ مسئولیت نداره. در این ضمن 4 تعهدات ما همراه جامعه بین‌المللی. نقطه دیگه اقتصاد کشور است. د طالبانو په دوران کې د افغانستان صادرات 10 میلیون دلار رو. تاسو خويند ورونه ما ته یو مثال وښیئ چې دا 15 کالو کې څه آباد شو. کوم آبادی و؟ د دلکشا جومات خو ما تکمیل کړ. زه دا ویاړ لرم چې خپل همکارانو سره زر جوماتونه مې نوي جوړ کړي. طالبانو څو جوړ کړي؟ 15 کاله سره پرتله کړي. خبره په دې کې د 100 کال انشاءالله تعالی د افغانستان صادرات به 2 میلیارد ته ورسیږي. خواهران برادران، قسمت عمده سرمایه در افغانستان سرمایه تاجر است. اگر فضا را مساعد نبینن در 4 روز پرواز میکنن. بخش صنعتی تان بخشی که در ساختمان است سرمایه ثابت است. دیگه کلش متحرک. در اینجا خواهشم از تمام جامعه افغانستانی است که از حالت ابهام و ناامیدی برای این حکومت دارین، حکومت فعال کنین. این کار دیگه نیست.
ثروتتان خودتان مهار کنید. اما مهمترین مسئله برای مایه است که مردم افغانستان که خانه و کاشانه خوده به 100 زحمت به 1000 قربانی ساختن، پس در فکر حرکت و مهاجرت از این کشور نشه. امید ما است که صلح پایدار 4 میلیون انسان ما را که در کشورهای خارج هستن پس بیاره. امروز اون دکتر سبال ششتن اخلاقی سب اینا خطر مهاجرت 1 میلیون افغان است یا نه حداقل به اروپا. جامعه اروپا باید واضح درک کنه که خطر چیست. در داخل میلیون ها به جای شده میتون. انقطاع موجب نارامی میشه. و خو امروز حالا ما دست دیجیتال سازی و بحث‌های واضح استیم. بحث‌های مسئولیت انتقال از ایره و درک از ایره از طرف مردم ما کس درک نمیکنه. نادری صاحب هر طرح در ایجه مردم فکر میکنن که زور است، امر است و حکم است. ما مسئولیت ملی کار داریم. مردم ما باید به فکر آرام کارهای خود انجام بدن تا انقطاع نبه. از این خاطر قانون اساسی و مکانیزم‌های تطبیق حاکمیت در دوره حکومت صلح ضروری است و خود از این موجب از این میشه که اعتبار طالب سر آینده بیاره. ما باید یک نظم و نظام به اونا انتقال بدیم در مشارکتشون. این نمیگم که حکومت، اما شیوه نظم، شیوه حکومت داری، شیوه مدیریتی که ما باید از این شامل شد و برنامه حکومت داری باید توسعه پیدا کنه، نه یک تقلیل پیدا کنه. 8 برنامه ملی در چند ماه آینده تکمیل میشه، بالاخره په امنیت باندد که تداوم نه د صلح حکومت په دوران کې بد امنیتی په اسمان ته وخیست. السالوادور ته ګورئ، ګواتمالا ته ګورئ، نور ځای و حتی جنوبي افریقا ته خپل ټول نظم و استبداد سره بې امنیتي زیاته سو. بل تاسې پوهېږئ چې ټول نړیوال ترهګري ډلې افغانستان هدف نیولی. داعش ته ګورئ 4 کاله مخکې اعلان وکړ سوریې ته مه ځئ، عراق ته مه ځئ، افغانستان ته لاړ شئ. ځکه دوی په فلسفه کې جنگ آخر الزمان له افغانستان نه شروع کېږي او په سوریې کې ختمېږي. دلته موږ دقت پکار ده چې برته واقعي خپل افغاني کلتور ته، خپل اسلامي عنعنې ته چې مساوات ده، عدالت ده او خاصتا د یو بل منل دي، هغه ته لاړ شو. او دا بېلې د نظم نه. دا دوره څه وخت تکمیږي؟ د ټاکنو سره. انتخابات نقطه کلیدی پای از این دوره باید باشه. ما منصب به نظر عزیزیم که هر چی این دوره کوتاه‌تر باشه بهتر است. دلیلش چیست؟ بدون راه انتخابات تضادات زیادتر شده میتونه. ما کل تعهد ما از خاطر از این نیست، خدای ناکرده از مسئولیت شانه خالی میکنه، اما کل فکر ما سر عزیز که عبور در این دوره یک قسمت تلاطم است که روزانه در اعمال باز افراد میبینیم. یک نفر در شورای ملی نداره، آمدن خود اعلان میکنن که جهت سیاسی استیم، همراه طالبان مستقیم مذاکره میکنن. خب مذاکره تان چیز غیر خط تسلیمی دادن. خب همون 3 کلمه طالبان رو باید داشته باشی. یا بیعت میکنی، یا معیت میکنی، یا تسلیمی میدی. میدان وسیع تر بسازی، یعنی گفتمان ملی است. اما این تلاطم قابل مدیریت است و دیدین نظامتان آزادی بیان قبول کرده. ما خود در خطر نمیبینیم که هر
نظریه را سانسور کنید. کشور آزاد هسته، بیاین اگر کسی قناعت دادید اهداف مطلوبتان بیاین از رای مردم ایجاد کنین، باز 1000 دفعه. اما در مرحله دوم خطرات واقعا جدی است و سوم انال مرحله عبور است. در مرحله عبور ایجا ما باعث یک فرد باعث یک هموطن تان نظریات خود همراهتان شامل میگیم. قانون اساسی افغانستان با آسانی به وجود نامده. یک کتاب بسیار خوب یک پروفسور امریکایی که نامش فیض احمد است نوشته کرد برنامه افغانستان در طلوع، نمی‌فهم چی در میروزا در پشتون ترجمه شد. این دوره قانونگذاری امان الله خان و قانون اساسی اول افغانستان به شکل بسیار بارز و واقعا مبتکرانه تفسیر کرده. در زمانی که ما صاحب اولین قانون اساسی خود شدیم، تنها مملکت مستقل در کل جهان اسلام بودیم. ایران در حال تقسیم شده، ترکیه در حال جنگ داخلی بود بر جنگ آزادی خود، عربستان سعودی هنوز عربستان سعودی نبود، کل باقی جهان اسلام مستعمره بود. خصوصیت دوم قانون اساسی ما چی بود؟ یک متخصص بین‌المللی در حضور نداشت. متخصص بین‌المللی اروپایی امریکایی رو غربی. خاصیت دیگه چی بود؟ کلانترین علمای دین از افغانستان، از هندوستان و از امپراتوری عثمانی با هم دست دادن و کمیته ایجاد قانون اساسی رو به وجود آورد. زیر هر ماده قانون اساسی مولوی یوسف عبدالواسع، یکی از بزرگترین علمای ما که در تاریخ ما تیر شده و تمسک القضات، مولوی یوسف عبدالواسع تمام شریعت در 1100 و چند ماده در 2 جلد خلاص کرد، نامش تمسک القضات گذاشته. این رقم کتاب در کل منطقه بی‌نظیر است. اینا قانون اساسی را آوردن، زیر هر ماده مولوی یوسف عبدالواسع امضا کردن که مطابق به شریعت غرای محمدی است. از او روز تا امروز تمام قوانین اساسی ما اساسش دین مبین اسلام است. که دوی بحث رازی دلتا باید پوسید، دلتا واضح سابقه موجوده و سیستم عدلی و قضایی ما از زمان امیر شیرعلی خان اول شروعش دوست محمد خان است، بعد خوب یک سلسله وسیع است. یعنی سلسله را باید بفهمیم که افغانستان نه تنها قانون اساسی اسلامی داشته، پیش قدم بوده در دنیای اسلام و منطق بسیار خاص خود داشته و یا از طرف لوجرگه تصویب شد. قانون اساسی 80%ش تعدیل شده میده. 20% که تعدیل شده نمیتونه دو چیز است. یک ماهیت نظام است، ماهیت اسلامی نظام. دوم حقوق بنیادی افراد است، فصل 2. این که در حکومت چی رقم تغییر میرین او با مردم افغانستان تعلق داره. این که شکل اداره رو چی رقم تغییر میتونن اینا. اما نقطه کلیدی با تداوم و تغییر در مابین خود باشه و نوع تعدیل قانون اساسی باید به اساس فرمایش قانون اساسی صورت بگیره. قانون اساسی از بیرون کنار گذاشته شده نمیتونه. څوک دې صلاحیت لري چې محتوی قانون اساسي یو خواته دا وکړي کله ما نه امضا غواړي دا رقم سند باندې امضا نه کوم، ما ته مې ژوند مې 2 توته اهمیت نه لري، 200 کاله بعد قضاوت افغانانو راته مهم ده. نقطه دوم بازم باعث یک فردی که زندگی خود وقف افغانستان کرد. این جامعه ضرورت به یک پیمان سیاسی داره. بدون یک پیمان سیاسی به ثبات رسیده نمیتونین، دست همسایه از کشورتان کوتاه نمیشه. از او خاطر باید تمام سیاسیون افغانستان در دوران
از فرصتی که در دوران حکومت صلح ایجاد میشه با هم بشینن سر یک میثاق سیاسی به نتیجه برسن که برنده تمام حکومت به دست گرفته نمید. باید سر یک مشارکت سرتاسری ملی فکر کن و این ضرورت تعدیل قانون اساسی نداره، یک میثاق ملی میخواد. مهمترین نمونه از این اگه میخواین فنلند است. فنلند بعد از جنگ اول جهانی یک جنگ بسیار سخت داخلی را تیر کرد. کسایی که به دست راست مشهور شده بودن یا به حرکت دست راستی کمونیستا را شکست دادن، اما اینا یک اقدام بسیار بزرگ کردن، مغلوبین آوردن در حکومت و اینا به یک پیمان اجتماعی رسیدن، پیمان سیاسی. او چی بود؟ دست مغلوبین چپی حقوق شهروندی را، خاصتا حقوق اقتصادی کارگرها و اینا را تاکید کردن. دست راست سر ایجاد ثروت کار کرد. نتیجه چی بود؟ که فنلند هم مردم سالار شد، هم ثروتمند. از یکی از فقیرترین کشورها از او روز تا بال فنلند حکومت ائتلافی داره. راه‌های مختلف وجود داره، اما یک میثاق پیمان سیاسی فکر منسجم کرده و باید به صورت اساسی سرش فکر شد که منابع سرشار ما و مخصوصا فرصت‌هایی که نسل جوان ما داره، زنای افغانستان داره، هم از اینا به چه رقم ایجاد میشه. نقطه سومش ادغام مجدد مهاجرین و بجا شدگان است. این چند دفعه پیشتر خدمتتان ذکر کردیم، بیایم تکرار. زد داود خان په آخر کال کې لاړم دکترا دپاره نوي ګل سره امریکې ته. هغه وخت کې 99% د افغانانو افغانستان کې، نن یوه لویه دایسپورا لري او دا دایسپورا تاسې یو خواته نسئ ایښودی. تنها جناب صالح صاحب دایسپورا سره نږدې نه کار کوي، مسئولیت 1 میلیون په اروپا، امریکې، کانادا، استرالیا کې دی کې لري. ای دوی زړونه مخصوصا دوم دریم نسل افغانستان سره یوه خاص علاقه لري، مګر که تاسې ونه پالئ بیا سې خارجیان کیږي. تمام فاجعه افغانستان از نگاه 240 میلیارد دلار ما بین سال 1978 و 2002 نقصان دیدیم، اما ایجاد سرمایه بشری که در این دایسپورا آمده از چند صد میلیارد دلار که زیادتر است، به شرطی که ما عقل داشته باشیم. آیرلند اینا به پای استاد کردن، چین اینا به پای استاد کردن، هندوستان با او بزرگیش و در ایران پیش از ایجاد تحصیل‌های نو رئیس جمهور محترم ایران مرا گفت که زیادترین ایجاد کار در ایران از طرف دایسپورا ایران در امریکا صورت میگیره. یک سرمایه بسیار بزرگ. و دوم، آیا فکر میکنین که ثبات در افغانستان بدون حل مسئله مهاجرین ما در پاکستان و ایران صورت گرفته میتون؟ همیشه خودشان یک کار میکنن، در پاکستان باز برتان میگن که او منبع از این مهاجر است، اون مهاجر بیچاره. ضرورت واضح است و این پس به چی تعلق میگیره؟ ثروت افغانستان رو باید ایجاد کنین، مدیریت کنین. دوم، بجا شدگاه داخلی فراموش نکن. نقطه چهارم امنیت است. مسائل امنیتی ما دقت میخواد. باید په واضح توګه دلته راسو یو نتیجه ته ورسي. جنگ چې ودرېږي خو معلوم دار وته راسي، اما خطرات د بې امنیتي په داسې ساحې کې، په دې منطقې کې کافي ډېر دي. دلته د څوک ساده فکرونو باندې را نسي چې سبا سوله راغله، سوله سره امنیت راځي. دا وقت غواړي. همه باید کلانترین عامل امنیت مشارکت سیاسی است. کلانترین عامل امنیت در آینده همپذیری است. کلانترین عامل امنیت در آینده ایجاد فرصت برای فقیرترین
اقشار جامعه است. و مهمترین عامل امنیت کاریابی بر جوانای ماست، توجه بر زنای ما. اگه این عوامل، یعنی امنیت تعریفش از امنیت فیزیکی به امنیت اجتماعی بدل شد. یک جامعه مسئول خود مسئول میدانه که بتونه ببینه که فرصت داره و ایجاد فرصت طرح فکر میخواه. چیز را که ما میخوایم بجای بگذاریم یک مسیر است که نمی تعقیب شد و در اینجا ثروت طبیعی افغانستان خواهران برادران مدیریت کار داره. در افغانستان پانگ در افغان در ولست پاره ده و در افغانستان در خیر در پاره مدیریت سی و قوه بشری ما کلانترین حرف ماست و اولویت های انکشافی مخصوصه. خوشبختی افغانستان است که غریب ترین ولایتش در جمله ثروتمندترین ولایتش است از نگاه منابع طبیعی. اما این منابع طبیعی بدون ایجاد زیربنای قرن 21 شما از پیش استفاده کرده نمید. فرصت چالش بنیادی اقتصادی افغانستانی است که بعد انقلاب صنعتی اوله که ترانسپورت بود، انقلاب صنعتی دوم که ذوب آهن و برق بود، انقلاب صنعتی سوم که اینترنت بود و انقلاب چهارم که دیجیتال سازی و ماشین‌های هوشمند است. همزمان باید سرش فکر کنیم. اگه اینا بیاین و پس پشت ازی برین که نه همه چیز تیار است، چند لقمه از خارج برتان میایه، کمک خارجی راه حل نیست. امید است که واضح شده باشه که چارچوب بندی را که ما ایجاد کردیم هم مسیرش واضح است، هم قابل پیمایش است، هم قابل غنیسازی است. ضرورت روز چیست؟ در ترکیه با یک آواز بود، با انسجام برین. ترکیه وقت عزیز که ما و دنیا به یک توافق نو برسیم. تنها توافق ما با طالبان مطرح نیست، توافق ما با دنیا و منطقه مطرح است. اگر همکارای ما میخواین که ترکیه واقعا یک نقطه عطف باشه، باید پیام‌های بسیار واضح همه برای همکاری داشته باشه. دی امید برخه این پلان الف است، اما وضعیت با کشت و کشتار که روان داره، با تخریب که روان داره، هوشیاری میخواه، تمرکز میخواه. ما باید لحظه غافلگیر نباشیم و اگر خدای نکرده طالبان این فرصت طلایی را از دست دادن، باز ملت افغانستان باید دوباره تصمیم بگیره. در او حالت هم خواستن لوی جرگه ضرور است. امید است که در اینجا وضاحت برتون داشته باشم که مفکورای حکومتای معقد به ثباتی میره. کس حق رای گرفتن و انتخاب شدن از کس نگیره. بیام دزلیل کومی نمانه نکن چه ماتم دا فرصت راک ایله دا گوختنم داده چه پدراتون که لسورسو که طول یو ملی بس که واقعا برخه واخلی نظریات سولی شورا سرم شریک کنده. تل دیوی افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان. بخیر باشید.